سلام دوستان، میخواستم آموزش سیمکشی یه جفت بوق برای موتورسیکلت یا خودرو رو بهتون بدم که کار خاصی نداره. خودتون میتونین به جای هزینه کردن خودتون از پسش بر بیاین و خودتون سیمکشی رو انجام بدین. خب بریم سراغ اصل موضوع. در ابتدا باید سیمکشی اتصال بدنه بوق ها یا منفی بوق ها رو انجام بدیم که به یک سیم 3 سر به این شکل احتیاج داریم که دو تا سرسیم بوق یه سمتش باشه و یه سمتش سرسیم گرد سرباتری که اتصال بدنه رو برای ما کار اتصال بدنه رو انجام ده و منفی بوق برامون به بوق هامون برسونه که اینها رو به بوق وصل میکنیم و این سرسیم گرد که اینجا اضافه مونه رو به بدنه باید وصل کنیم تا منفی بوق برامون متصل بشه. سیم بعدی برای مثبت بوق هاست که به آفتومات وصل کنه بوق های ما رو که هر سه تا سرش سرسیم بوق میخوره و از این سرسیم های مادگی میخوره و اینها رو هم به بوق هامون متصل میکنیم و این سیمی که باقی میمونه رو باید به پایه شماره 87 آفتومات وصل کنیم. سیم بعدی که احتیاج داریم منفی خود آفتوماته یا اتصال بدنه خود آفتوماته که یک سیم به این شکل احتیاج داریم که یه سرش سرسیم گرد بخوره و یه سرش سرسیم کشویی مخصوص بوق بخوره که باید به پایه 86 آفتوماتمون متصل بشه که این پایه هست و این باید به بدنه وصل بشه. میتونین همراه با سرسیم اتصال بدنه بوق این دوتا رو به یه قسمتی از روی بدنه پیچش کنه. سیم بعدی که احتیاج داریم سیم مثبت جریان مثبت خود آفتوماته که باید به صورت مستقیم از باتری بیاد. نکته که درباره این سیم وجود داره طولش باید به اندازه فاصله بوق تا سر باتریتون باشه و نکته دیگه که وجود داره ضخامتش نسبت به بقیه سیم‌ها باید بیشتر باشه. سیم سایز 2.5 2 تا 2.5 سیم مناسبی است که چون بار جریان روی این سیمه و آسیب به این سیم نرسه که این سیم رو باید به پایه شماره 30 آفتومات وصل کنید و سر دیگرش رو به سرباتری خودرو یا موتورسیکلت وصل کنیم که جریان مستقیم رو به آفتومات برسونه. خب دو تا پایه دیگه تو آفتومات باقی میمونه که یکی پایه خروجی دومه که بیخیالش بشین، کلا آفتومات 5 فیش یه خروجی داره که این زیاد لازم نداریم. خروجی پایه شماره 85 باقی مونه که باید کلید شاسی به این و سیمی که از کلید شاسی موتورسیکلت یا خودرو میاد به این وصل بشه که دو تا سیم داره، یکیشون اتصال داره که جابجا میکنیم اون که اتصال داره متوجه میشه که به این وصل میکنین و مدارتون راه اندازی میشه. نکته خاص دیگه ای نداره. موفق باشین.